قسم به الله این حدیث بسیار ترسناک است، پند و اما نصیحت. آن را باید بگوییم، چون برادران جوان مسلمانی ما و همه ما نیازمند هدایت هستیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ثوبان رضی الله عنه روایتش میکند میفرماید: لأعلمن اقواما من امتی، من مردمانی از امتم را میشناسم که از جمله مسلمان ها هستند. یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تهامة بیضاء، آنان در روز قیامت به اعمال نیک به اندازه کوههای نورانی و روشن می آیند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: فجعلها الله هباء منثورا، با وجود آن خداوند متعال عملهای آنها را مانند هباء منثور نابود می گرداند، یعنی مانند باد نابودشان می گرداند. هباء منثورا یعنی تمام اعمال نابود می شود. پس اصحاب پرسیدند: یا رسول الله، برای ما آنان را توصیف کن که از کارهای آنان پرهیز کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اما انهم من اخوانکم، اما آنها از جمله برادران شما هستند. و من جلدتکم، و از قبیله شما هستند، و اینها مسلمانان عادی نیستند. و یأخذون من اللیل کما تأخذون، آنان مردمانی هستند که در دل شب بیدار می شوند و مانند شما نماز می خوانند. پس مشکل در کجاست؟ ولکنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتکوها، اما آنان مردمانی هستند که چون تنها شوند مرتکب محارم الله می شوند و حدود الله را زیر پا می کنند. فکر کن ای مسلمان، هنگامی تنها میمانی مرتکب محارم الله نشو. شاعر چی زیبا می فرماید: اما استحییت تعصینی اذا ما قال لی ربی، اما استحییت تعصینی و تخفی الذنب عن خلقی و بالعصیان تأتینی. شاعر میگوید اگر پروردگارم از من بپرسد آیا از من شرم نکردی؟ آیا در نافرمانی از من حیا نکردی؟ گناهت را از مخلوقات من پنهان کردی ولی به سوی من با گناه آمدی. ای انسان، تو از یک گربه که داخل دروازه‌ات می شود ترسیدی، اما از منی که تو را در آن حالت می دیدم نترسیدی. بشنوید ای مسلمانان که باید این موضوع را درست بیان کنیم. انسان اگر در تنهایی از روی ضعف و خطاگی گناه می کند، پس این گناه آنقدر بزرگ نیست. اما اگر گناه می کنی در حالی که می دانی پروردگارت تو را می بیند، اما با آن هم تو پروایش را نداری و با گناه پافشاری می کنی، پس تو واقعا در مقابل الله جرأت و دلیری کرده ای و الله متعال تمام اعمال نیکت را نابود خواهد کرد. و از الله متعال خواهان آن هستیم که برایمان توفیق نصیب بگرداند تا عملهای خوب و صالح انجام بدهیم. آمین.